بهترین واکنش به 3 وعده دروغ خانواده شوهر. اولیش: تو بچه بیار، ما نگهش میداریم، خرجشم خودمون میدیم. دومیش: بیا با ما زندگی کن، تو رو روی تخم چشمون میذاریم. سومیش: تو بله رو بده، ما براتون خونه هم میخریم. علت این وعده‌های دروغ میدونید چیه؟ خانواده شوهر با این قولا فقط به فکر منافع خودشونن. حالا میپرسین چه منافعی؟ این که یه عروس با کمالات و سطح بالا برای پسرشون بگیرن، این چیز کمی نیست. یا اینکه با داشتن نوه حس پدر بزرگ و مادر بزرگ شدن رو تجربه کنن و جلوی بقیه بگن که ما هم نوه داریم. ولی همین که منافعشون تامین شد و خرشون از قول گذشت، دیگه دلیل نمیبینن که بخوام به قولاشون عمل کنن. دلیل دیگه عمل نکردن خانواده شوهر به وعده هاشون میدونید چیه؟ اینکه خب مادر شوهر حسادت میکنه که خب من تو اون دوره خیلی سختی کشیدم، حالا برای چی باید بیام رفاه و آسایش رو به عروسم تقدیم کنم؟ اگه تو چنین شرایطی هستی به خاطر وعده‌های دروغ خانواده همسر جواب مثبت به شوهرت دادی و حقتو بگیری. حالا چه جوری؟ برای گرفتن حق تنها راهش اینه که شوهرت رو جلو بفرستی و خودت عقب بایستی.